زارگوس در روبروی علی دلتا. این یوتیوبر تازه کار چقدر رو مشاهده میکنین؟ یکی میزن علی دلتا در مرحله اول هیچ شات. زارگوس جان ماشاءالله. برا کن. با من هندسه زدم چی بک میخوره از فریدون اوف چی زد زارگوس. چتونم اونگر 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 اونگر. ما آقا زارگوس فکر نکنی من خودش هم اومد آقا زارگوس دنس بزنه ولی خب نشد. کدوم استریمری هم چی کاری میکنی؟ اه شروع نشده بود که. آره آقا علی میدونی اسمم چیه؟ موافق خیلی راحت، علی دلتا. علی دلتا. آه 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 آه. اش زاگروس نیست زارگوسه بابا زارگوس. بعد ناراحتش کنی به خاطر اینکه بگی گپ دخترونه. رفیقت مهمتری یا گپ دخترونه؟ حق دخترونه اینو دیسکانکت کن. اینو دیسکانکت کن. نکن دیسکانکت کن. رو تمساکی چی؟ دو تا بی ادب رو مخ من راه میرن دارم از زارگوس میوازم. اه خجالت هم خوب چیزیه. در زمان قدیم رفیقا برای رفیقاشون جون میدادن. کاستامیه باید ببازم. آقا دارم میوازم دیگه. نکنین همین کاستامی که 2-0 3-0 بود 2-0 بود جلو بودم. بعد دوباره آمده با هم بیاد دارم میگم بابا نکنی دور نزنی بذار شروع کنه. بینوزم برو جان داداش جان. چکرم میگه دولول بزن. ام پی 40 ترس علی دلتا داشت. چرا تو یو ام پی بزنی بعد من ام پی 40 نزنم؟ این رسم مردانگیه. علی جدی بگو چقدر؟
گل هی دیسکانکت میشن، هی کانکت میشن، فکر کنن صداشون میاد. داداش رفیق صداتون از ریشه توسط علی دلتا قطعه. شما باید بگین داخل لایو، بیان بگین علی دلتا ما به عنوان رفیق بهت میدیم، جون میدیم. این کاستم نامردی است به جای یه رفیق. نگاه کن هنوز یخ نداریم، میخواد تیر بزنه به ولی علی دلتا فهمید و سری دست به گان شد. شاکرتیم. این هدشات به افتخار دماغ آریان. چکرم چه خیلی زدم. اگه همچین هدشاتی کسی به افتخار دماغ من میزد من 100,000 دونیت میکنم.